اهل سنت ایران وضعیت اینا چگونه هست؟ شما میگیم مهاجرین افغان به اونجا به تکلیفه، مگر اهل سنتی که ایرانی الاصل هستن داخل ایران راحتن؟ در اکثریت شهرها در ایران اهل سنت مسجد ندارن. اهل سنتی که بیش از 25 میلیونن، یعنی بیش از 25 میلیون اهل سنت ما در ایران داریم که اونها در اکثریت شهرهای ایران مسجد ندارن. برای اهل سنت به اکثریت شهرها اجازه مسجد داده نشده. خب شما چی توقع دارید؟ او برای سنی ایرانی خود اجازه مسجد نمیده، اجازه نفس کشیدن راحت نمیده. میخوایی که این مهاجرینی که غیر قانونی رفتن به کشورش پیش روی اینا فرش سرخ پهن کنه؟ توقع هم از خود حد داره. میخواییم چه کار باید بشه؟ از اهل سنت به تهرانی که با او جمعیت بزرگ یک مسجد از اهل سنت نیست. همین شبها نماز تراویح در اکثر شهرهای ایران اهل سنت به دزدی نماز تراویح میخوانند. به اینه که مساجد تخریب نشد، مسجد شیخ فیض شهید نشد، مساجد یکی پی از دیگری تخریب نمیشه، علما یکی پی از دیگری به نامهای مختلف شهید نشد. پس به این عزیزان و بزرگواران، حالا میایم کمی دامن رسیتر. اهل سنت و جماعت ایران بازم یک طرف، الان هزاران شهروند ایرانی که خارج از ایرانه آماده به کشور خود نمیتانه. چرا نمیتانه؟ چرا ایرانی باشه داخل ایران نشه؟ خب پس معلومه که در اینجا مسئله بحثیه که حالت دیکتاتوری، حالت بالاخره خفقان و بر سر از اون ملت ایران، ملت شریف ایرانی که چی در داخل ایران چی در خارج از ایران الان درد میکشن، خود اینا درد میکشن.